محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف در تاجیکستان فعلا ممنوع 4 حزب و حرکت اپوزیسیای تاجیک روز 9 اکتبر سال 2023 با ارسال یک نامه به کانسلر یا صدر اعظم آلمان اولاف شولز خواستار مساعدت جناب شولز و حکومت آلمان برای رهایی خویشاوندان در تاجیکستان بازداشت شده اشتراکچیان اعتراضهای اخیر طرفداران اپوزیسیای تاجیک در برلین شد. کبیری در نامه‌اش به اولاف شولز نوشته است که در پی اعتراضهای مخالفین و پیوندان زندانهای سیاسی در برلین در روزهای سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اعتراضات تشکیل کردند و پس از بازگشت مقامات تاجیکستان پیوندان اشتراکچیان اعتراضهای برلین را مورد شکنجه قرار دادند و قسمی از آنها هنوز در بازداشتند. رهبر پیمان ملی در ادامه نامه‌اش از آلمان به تاجیکستان اخراج شدن و در آنجا به 7 سال زندان محکوم شدن عبدالله شمس‌الدین فرزند یکی از مخالفین ارشد حکومت کنونی تاجیکستان شمس‌الدین سیدوف را نیز ذکر کرده از صدر اعظم آلمان خواسته است که نفوذ خود و امکان دیپلماتی کشور آلمان را برای رهایی پیوندان اعتراضگران برلین و بازگرداندن عبدالله شمس‌الدین به نزد فرزندانش استفاده نماید. کبیری همچنین نوشته است که اپوزیسیای تاجیک به سیاست حکومت آلمان که رابطه های خود تا با نظام های خودکامه برای مکالمه برتری میدهد احترام قائل است، ولی از آن نگران است که این همکاری ها با استفاده تبلیغات از طرف رژیم های خودکامه و سرکوب بیشتر جامعه شهروندی و مخالفین می شود. به حساب سازمان دیدبان حقوق بشر، مقامات تاجیکستان در پی سلسله اعتراضهای روزهای 28-29 سپتامبر مخالفین در شهر برلین به ضد سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دست کم 47 تن از خویشاوندان اشتراکچیان این اعتراضها را بازداشت کردند. حامیان حقوق چنین عمل مقامات تاجیکستان را انتقامگیری از خویشاوندان برای فعالیت‌های اپوزیسیونی دیگر اعضای خانواده‌هایشان و جزای دست جمعانه نامیده گفت که امریکا، اتحادیه اروپا و دیگر بخش‌های جامعه بین المللی باید این عمل‌های شرم‌آور و نابخشودنی حکومت تاجیکستان را محکوم کرده و حکومت فشار بیارند تا که مقامات تاجیکستان چنین قانون شکنی‌ها را بس کرده عهده‌داری‌های بین المللی خود در مسائل آزادی گردجمعی و آزادی بیان را رعایت کنند.